بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، از اینکه ماه ذوالحجة الحرام شروع شدن و یک تعداد از مسلمانان به بیت الله شریف رفتن به خاطر ادای مناسک حج، ولی کسانی که به حج نرفتن و در وطن خود می باشند، برای از اینا هم یک سلسله از احکامی هست که می توانند از این طریق فضیلت و ثواب بگیرن. اول فضیلتی که برای مسلمانان داده شده در این ماه این است که الله جل جلاله سوگند یاد کرده که والفجر و لیال عشر، قسم است به فجر و الله جل جلاله قسم یاد کرده به شبهای دهگانه، که مفسرین کرام از جمله ابن عباس، ابن زبیر، مجاهد و غیره از علمای کرام اینا میگن که منظور از شبهای دهگانه امی 10 روز اول ذوالحجة الحرام است و چون الله جل جلاله به این 10 روز سوگند یاد کرده، این سوگند معنای زیره میته که این روزها پیش الله جل جلاله بسیار با ارزش است و طبعا در قرآن عظیم الشان در هر جایی که الله جل جلاله قسم یاد میکنه، قسم حکمش شما طبعا میفهمین که 2 قسم است، یکی قسم مخلوق است و یکی قسم خالق است. قسم مخلوقی است که انسان بغیر از الله و کس دیگه قسم کرده نمیتونه و این علما میگن که شرک است. اگر یک کسی قسم میخوره به سرت قسم یا به شرافت قسم است یا مثلا به فلان شخص قسم است یا به محمد قسم است یا به پیغمبر قسم است یا به علی قسم است، این علما میگن که این شرک است. از این خاطر مسلمان حق نداره که بغیر از الله جل جلاله به کسی دیگه قسم بخوره. انسان مؤمن فقط به خالق خود قسم میخوره و او هم در وقت بسیار ضرورت، نه هر وقت و هر لحظه و نه یکی در زبانش 24 ساعت قسم باشه. اما قسمی که از طرف خالق ادا میشه، الله جل جلاله قسم یاد میکنه، پس چون الله ذات مختار است و خودش این اختیار داره، پس به هر چیزی که چون مقام بلندتر از او وجود نداره، الله جل جلاله وقتی که قسم یاد میکنه در قسم از او هم باید انسان 2-3 نقطه را مراعات بکنه که چرا این قسم یاد کرد و به چی یاد میکنه و هدف چی هست. اولی است که الله جل جلاله وقتی که در بعضی آیات قسم یاد میکنه، والله اعلم، هدف هی است. مفسرین کرام میگن که الله میخواد ما را متوجه به یک چیز بسازه که آنچه که در این قسمت گفته میشه شما باید این را اتو سطحی نگیرین، خوب دقیق و خوب درباره از او فکر بکنین و مطابق از او عمل بکنین. زیرا قسم به معنای تأکید بسیار بیشتر است که الله در اون مسئله تأکید میکنه. به این خاطر وقتی که قسم یاد میشه انسان باید در اون موضوع زیاد فکر بکنه و زیاد متوجه باشه. وقتی قسم شد اهمیت از او چیز معلوم میشه. پس پیش الله جل جلاله هر چیزی که زیاد ارزش داشته باشه الله به او قسم میخوره. و ای که الله جل جلاله اینجا به فجر و لیال عشر قسم یاد کرده، ای به این معنا هست که اوقاتی که در این قسم یاد شدن خود وقت پیش الله بسیار زیاد ارزش داره. به خاطر از این که شاید در بعضی از صنفا مثلا وقت بحث میشه در یک صنف، یک وقت ما انگلیسی میخواندیم و استاد انگلیسی از کلگی پرسان میکرد که با ارزشترین عنصر در زندگیتان چی هست؟ آیا صحت هست؟ آیا پول است؟ آیا مال است؟ خب هر کسی نظر خدا میداد، ولی
از دیدگاه قرآن با ارزشترین چیز یا با ارزشترین عنصر در زندگی یک مسلمان وقت است. میتونه یک نفر مریض باشه ولی در وقت مریضی خود در حقیقت بسیاری اوقات مرض یک نعمت است برای بسیاری کسان، خصوصا اگر انسان گناهکار باشه، 1 ماه 2 ماه 3 ماه در بستر مرض افتاده باشه، این برش خوب است. به خاطر از اینکه در بستر مریضی بسیاری وقت انسان وقتی که صحتمند باشه مرگش فراموش میشه، ولی وقتی که انسان مریض میشه ضعیف میشه و بالاخره باز همیشه در عبادت میباشه، در توبه میباشه، در ندامت میباشه. پس مریضی بسیاری وقتا خوب است برای انسان از صحتمندی کرده. بعضی اوقات بسیاری کساس مال میداشته باشند، بعضی کساس مالشان سبب بدبختیشان میشه، به خاطر که اگر کسی در این دنیا مال داشته باشه و مال خود در راه الله مصرف نکرده باشه، مثلا اگر یک طفل به خاطر از اینکه یتیم است و در سردی زمستان این طفل هلاک میشه به خاطر سردی، پس کسایی که پولدار و غنی هستند در روز قیامت قاتل از یتیم هستند، به خاطر از اینکه تو چطور پولدار هستی و امکانات داری و این پولت نگاه کردی و امکاناتشان بوده که تو در یک دارالایتام مصرف بکنی. یعنی اگر یک یتیم در هر کرانه کشور اسلامی به خاطر نداشتن غذا فوت میکنه و یا به خاطر نداشتن وسایل تسخین که گرم شود در زمستانی از خنک میموره و یا مثلا به خاطر نداشتن وسایل تعلیم و تربیه از تعلیم و تربیه باقی میمانه، در اینجا کسایی که پولدار هستند در روز قیامت او یتیم در صفی از اینا استاد میشه و میگه پروردگارا تو که بر از این قدر نعمتها را داده بودی نمیتونست که یک دارالایتام بسازه، نمیتونست که در یک دارالایتام سهم بگیره. پس عدم موجودیت دارالایتام ها سبب از این شده که مثلا بسیاری یتیما اختطافگر میشن، دزد میشن و نتیجهش کلش است که کسایی که پول دارن و امکانات دارن و در این قسمت بی توجه هستن در مقابل هر پول خود در روز قیامت محاسبه میشن و هر جنایتی که میشه اینا در اونجا مسئولیت دارن. پس پول در حقیقت خوب هم هست و بد هم هست. پولی که در راه الله مصرف نشه او بد است، کاش که آدم نداشته باشه. و در پالوی ازی بعضیا که میگفتن اما از دیدگاه اسلام گپ سر ازی است که وقتی که قسم‌های زیادی در قرآن درباره عصر گفته شده، درباره فجر گفته شده، الله قسم یاد کرده، قسم درباره ولیال عشر، پس کل این قسم ها را صحابه کرام وقتی که سرش فکر میکردن به این نتیجه میرسیدن که چرا الله لیل شب وقت است، نهار قسم خورده نهار وقت است، ولیال عشر شبهای 10 وقت است، والعصر عصر وقت است، پس و ضحا چاشت وقت است. چرا الله جل جلاله به هر قسمت از روز شب، بعضی از قسمت‌های روز بعضی از قسمت‌های شب، چرا الله سبحانه و تعالی قسم یاد کرده؟ این قسم‌ها برای مسلمان این نتیجه را میرسانه که کسی که قرآن درست میفهمه که وقت عنصر بسیار مهم است و وقتی انسان همه چیز داشته باشه و وقتش پوره باشه باز هیچ چیز کرده نمیتونه. از این خاطر بسیاری کسایی هستن متاسفانه که عنصر وقت پیششان بسیار بی ارزش است. یک لحظه ای را که انسان مثلا در یک جای سپری میکنه وقت خود، اون لحظه که ای در معصیت الله سپری میشه. حال بسیاری کسایی هستن مثلا زندگی انسان در یک کشور اسلامی، یک وقت انسان در یک کشور غیر اسلامی میره و اونجا نماز پیشش است و شاید بسیار چالش های دیگی در مقابل از او باشه که کوشش بکنن که نصرانی شود و یا کوشش بکنن که ای مثلا از نماز و از دین و از طاعت و تقوا دور شود. و احیانا برای کسایی که مثلا در کشورهای خارجی میرن یا مثلا سفر میرن یا بورس میداشته باشن یا هر چیز میداشته باشن، بسیاری اوقات تو برابر میشه که زمینه زنا، شرابخوری، گناه و کلش ببینن فرصتی در عمر، لکن برای منفی. انسان مسلمان از اون فرصت هایی که در عمرش هست، از اون لحظات عمر خود به آینده خود ایره کوشش میکنه که محاسبه بکنه. پس روزانه هر انسان 86400 خشتی از تعمیر
زندگی انسان سقوط میکنه و از بین میره. یعنی شما تصور بکنین اگر یک کسی یک تعمیر 100 منزله داشته باشه و هر روز از این تعمیر 100 منزله فکر کنین 100 سال عمر ما و شما باشه و هر روز 86400 ثانیه که 86400 خشت تعمیر وجود انسان هست، هر روز اینقدر خشت از این سقوط بکنه، پس انسان به طرف بهبود در حرکت نیست، طرف خساره در حرکت است، به خاطر که سرمایه عمر خود بزرگترین و برترین سرمایه که در زندگی انسان است وقت انسان است و هر روز انسان 86400 یونت یا ثانیه یا خشت از عمر خود از دست میده. اما این خشت های عمر ما بعضی کسا هستن که امی خشت های عمر خود در غیبت سپری میکنن. وقتی که در یک دکان شیش فوراً غیبت شروع میکنن، فوراً مذاق شروع میکنن، فوراً فکایی رو شروع میکنن، فوراً گپای بیهوده رو شروع میکنن، وقت خود برای حرام خوری صرف میکنن، وقت خود برای زنا صرف میکنن، وقت خود غیر از انسان مسلمان از هر ثانیه عمر خود استفاده میکنه. حتی مکلفیت یک انسان است که اگر یک خارجی را میبینه و یا در کشور خارجی میره، وظیفه‌اش است که در این کشور خارجی هر نامسلمانی که با شما ملاقات میکنه اولین فرصتی که برای شما این است که باید رو دعوت به طرف اسلام بکنین، برشان بگین بین مسلمان شوین، قرآن این تو میگه، دین این تو میگه، برشان نظام عقیدتی اسلام تشریح بکنین، نظام سیاسی اسلام تشریح بکنین، نظام اقتصادی اسلام برش تشریح بکنین، نظام اجتماعی اسلام تشریح بکنین. و اگر میگین ما یاد نداریم، باز یاد نداشتن خو ندانستن یا بیخبری از قانون خو عذر پنداشته نمیشن. به این خاطر انسان مسلمان از هر ثانیه عمر خود باید استفاده بکنه. پس کسایی هستن که در روز قیامت حشر میشن خشتای عمرشان هندوا برده به خاطر از اینکه ریشش سفید شده هنوز هم سریال سیل میکنه، فامیلش کلگی سریال سیل میکنه و در دفتر از این نوشته میشه. پس اگر یک نفر پدر یک خانواده هست و ای در خانه خود فیلم هندی را میمانه و سریال هندی را میمانه و اطفال از این به طرف هندویسم کشانده میشن و یا خواندنهای مبتذلی که امروز رقص است این پدر خانواده میگذاره، مادر میگذاره و اعضای خانواده این تلویزیون سیل میکنه، برای هر کسی که گناه نوشته میشه، کسی که در رأس خانواده است بر از او گناههای کلگی، یعنی گناه از این اگر در خانواده تان 10 نفر زیر دستتان است و شما یک فیلم هندی سیل میکنین، گناه دیگه یک چند است، لکن از شما گناهتان یک ضرب 10 میشه. پس از شما 10 چند براتان گناه محاسبه میشه به خاطر از اینکه شما و کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدام شما مانند یک شبان هستین. نبی اکرم صلی الله علیه و میگه یعنی شما رئیس خانواده هستین و رئیس خانواده به منزله یک شبان است که اگر شبان است کو رمه خود میره باز پیش صاحب رمه گفته نمیتونه که والا از پیش ما 2 تا گوسفند در راه لول خورد، برش میگه که چرا لول خورد از پیشت، یا 2 تاش گم شد از بین رفت، یا 2 تاش گرگ خورد، پس میگه تو حتما خواب بودی نتونستی در مقابل گرگ مقاومت بکنی. امروزی برنامه‌هایی که در تلویزیون ها هست اکثریت از یا توسط گرگ ها اولاد ما و شما شکار میشن، جوانا شکار میشن و بیخبری از این مسائل عذر پنداشته میشه و انسان در روز قیامت محاسبه میشه. از این خاطر پدرایی که در خانه های خود تلویزیون دارن و این تلویزیوناشون فیلم هندی هست و متوجه از این گپ نیستن و خودش از خانه صبح میره و خفتن میره و تمام در طول روز خانه ازی دختر ازی مادر ازی طفل ازی 24 ساعت که داخل خانه هم میشه تلویزیون چالان است، وقتی که خارج از خانه میشه هم تلویزیون چالان است و این قسمت به تفاوت است. در حقیقت در هر ذره گناه از اینای شریک است به خاطر از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، کلتان مثل یک شبان هستین در خانوادهتان، اگر در دفتر هستین در دیپارتمنت هستین اعضای دیپارتمنتتان، اگر در یک مؤسسه هستین اعضای مؤسسهتان، شما کلتان در مقابل از اونها هستین. اگر یک نفر در مؤسسه تو نماز نمیخونه در روز قیامت از تو محاسبه میشه که چرا نماز نمیخوان. اگر بچیت نماز نمیخونه در روز قیامت اول سوال از تو میشه که چرا طفل 10 سالت نماز نمیخوان، چرا دختر 10 سالت نماز نمیخوان، خواندن خوب یاد داره، رقص خوب یاد داره، کی برش رقص یاد داره؟ تو میگی والا من خبر ندارم. چرا خبر نداری؟ همین که مثلا میگه از خانواده خود من خبر ندارم، خود کلمه خبر ندارم و یا از قانون خبر ندارم، از قانون اسلام خبر ندارم
از احکام خبر ندارم. کلمه خبر ندارم عذر پنداشته نمیشه از دیدگاه قانونی، که اگر یک کسی مثلا بگه والا ما از لندن آمدیم، در لندن سرکا موترا سرچپه هست، ما سرچپه دواندم تکر کرد، چون ما قانون افغانستان، قانون ترافیک افغانستان نمیفهم. برش ترافیک میگه که وقتی که سر جلو موتر ششتی تو باید قانون میفهمیدی، بعد از اون سر جلو موتر میشی. از این خاطر تجاری که احکام تجارت اسلامی رو نمیفهمه تجارت میکنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه حتما در سود داخل میشن. از این خاطر دانستن مسائل اقتصادی اسلام بر یک تجار مسلمان فرض است که باید او درباره اقتصاد اسلام معلومات داشته باشند. چی سود است، چی سود نیست، چی احتکار است، کدامش حلال است، کدامش حرام است. امروز تقریبا 95% تجارای ما به سود مبتلا هستند، به احتکار مبتلا هستند، مالشان حرام هستند، ولی متاسفانه چون احکام اسلام نمیفهمن فکر میکنه که والا هر مالی رو که آوردی. خب یک نفر که در تجارتش لباس پنجابی که حرام است و زنها رو تمام اندامش نشان میده، او رو آورده و در روزای عید بازی را سودا میکنن، آیا این تجارتش حلال است؟ نه خیر، این حرام است ولو که لباس باشه. آیا تجارتش شراب حلال است؟ نه خیر. بسیاری کسایی هستن که در کابل بانک وظیفه داره، خبر داری که لعنت خدا سر کسی که در یک شرکتی که سود از کار میکنه مثل کابل بانک و عزیزی بانک، این بانکایی است که سودخوری از اینا علنی هست. تو با بیرقی کی میگه 6%، 7% و هیچ عالم نیست. و لعنت الله سر تو عالمی که بگه که از پیسه 6%، 7% گرفتی و بانک حلال است و یا تجارت از او حلال است یا در او سهم گرفتن، اینا رو تو پیسه تو در این بانک میگذاری، در حقیقت تو در سود داخل هستی. با کسی که کار میکنه، پیغمبر صلی الله علیه و گفته که کسی که در یک شرکت یا مؤسسه و یا بانک یا هر چیزی که در اونجا تجارت باشه، انسانی که در سود مبتلا هست او در حقیقت با الله در جنگ است. پس هر لحظه وقت خود انسان باید محاسبه بکنه و بیخبری از قانون عذر پنداشته نمیشه. اگر کسی مثلا خانمش لباسای تنگ میپوشه و در روی بازار میبره که چند روز بعد عید است، باز بسیار کسا را سعی کنی که خودش بسیار خوب کلاهگک یا پکولک یا لنگیگک یا یک چیز را در سر خود بسیار لوکس مانده و ریششان بسیار خوب نام خدا برابر است. حتی بسیاری وقتا سرما انتقاد میکنه که والا استاد ریش شما کوتاه است. درست است، تشکر، من اشتباه کردم، لکن اشتباهی تو بزرگتر نیست که خانمت در چاره‌ای کشیدی و اینجا در روی بازار کتش به خریداری میری و رویش برهنه هست و پیشن کدگی هست. اینجا چی میکنی؟ و اونجا میفهمی که پیغمبر صلی الله علیه و در قسمت تو چی میگه. از این خاطر انسان باید در هر قسمت متوجه باشه. و الله جل جلاله وقتی که اینجا قسم یاد کرده و لیال عشر، قسم است به شب‌های دهگانه، اینمی شب‌هایی است که فعلا ما و شما در او زندگی میکنیم. یعنی امی در روزی که آل فعلا شروع شدن، مثلا از اول ذوالحجة الحرام شروع میشه. پس در این روز علما میگن چون الله در این روزها قسم یاد کردن، پس معلوم میشه که این روزها روزهای بسیار با ارزش هستند و باید انسان مسلمان خدا در این روزها زیادتر مصروف عبادت بسازن. هر عبادتی که باشه، عبادت از تعلیم و تربیه، عبادت از یاد گرفتن اسلام، عبادت از حاضر شدن در نمازهای جماعت، خواندن نوافل، روزه گرفتن، صدقه کردن، با فقرا و مساکین همدردی کردن، این کل شب‌های دهگانه هست که بسیاری کسا صدقه خیرات متوجه فقرا در رمضان هستن، لکن در عید قربان کلگی در فکر ازی هست که من چه قسم گوسفند بخرم و این گوسفند ما خوب چاق باشه و هدف شامی نیست به خاطر رضایت اللهی رو بگیرم، به خاطر که باز مثلا همسایه خود تیم بودم که والا صاحب شما گوسفندتان 10,000 بود از من 15,000. الله اعمال ریا را قبول نمیکنه. چطور تو گوسفند 15,000 میخری ولی یک طفل یتیم یک جور لباس برش نخریدی؟ از گوسفند 15,000 که گوسفند 10,000 بخر، لکن 5,000 از اون برای یک فقیر لباس هم بخر. این هم سر تو واجب است. اگر قربانی واجب است، کمک با فقرا، کمک به خانواده‌ای که بیچاره یک کلچه نداره، تو 20 قسم غذا سر میزت ماندگی هست و او بیچاره میری در خانهش نان و چای خالی هست و در مقابل از او در پیش الله جل جلاله انسان محاسبه میشه. از این خاطر نباید تو انسان دین یک جهت بگیره که والا ما در قربانی بسیار خوب گوسفند، خوب در قربانی 100 نمره گرفتی، در کمک با فقرا و مساکین، با یتیما، با کسایی که غریب هستن، با بیوه‌زنای بیچاره دو چند نمره گرفتی؟ دو صفر. با کمک با فقرا صفر. آیا در پانتون، آیا یک استاد پانتون شما پرسان کنید بگو استاد یک نفر تو دم دیپارتمنت کسی در یک مضمون 100 گرفته یا کلش 0 باز بر از او سرتیفیکیت میتین، شهادتنامه برش میتین که تو کامیاب هستی؟
میگن نه باید در کل مضامین 50 رو پورا بکنی حداقلش، حتی بلندتر از او، حتی 50 اگر در باز در نصف فیصد میمونی. از این خاطر بسیاری کسا هستن که در این شب‌های دهگانه که شب‌های بسیار خوب است، به این در فکر یتیم، فقیر، مسکین، بیچاره و در فکر از اینا باید شویم. از این خاطر نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف چی میگن؟ میگن ما من ایام، نیست هیچ از روزهایی که العمل الصالح، که اعمال صالحه فیها احب الی الله، که پیش الله بسیار محبوب تر باشن، من هذه الایام، از امین روزها، یعنی ایام العشر، یعنی امین روزهای دهگانه. پس این روزهای دهگانه ثواب بسیار زیاد دارن. از احکامی که در این روزها هست، کسایی که قربانی میکنن از این 10 روز عبادتشان شروع میشن. چی شروع میشه؟ یکی این است که کسایی که قربانی میکنن باید موهای خود و ناخنهای خود نگیرن. این بسیاری کسایی احکام نمیفهمن. موهای خود باید نگیره کسی که قربانی سرش واجب است و میخواد قربانی بکنن. این باید چی نکنن؟ من کان له ذبح، حدیث صحیح مسلم است از ام سلمه رضی الله تعالی عنها روایت است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله گفتن که من کان له ذبح یذبحه فاذا اهل هلال ذی الحجه. دیگه میگه نبی اکرم صلی الله علیه و آله گفت که اگر کسی قربانی داره که میخواد قربانی بکنه و یا نیت قربانی داره سرش واجب است، فلا یاخذن من شعره ولا من اظفاره، این شخص موی خود نگیره و ناخنهای خود نگیره، شیئا هیچ چیز را، حتی یضحی، تا وقتی که قربانی بکنه. یعنی روز عید میتونه که غسل بکنه، روز عید میتونه که مثلا لباس خوب بپوشه، لکن تا روز عید، تا وقتی که قربانی نکرده، ناخنهای خود هم نگیره و موی خود هم نگیره. یکی از ثواب و اجر هست که برای کسایی که در حج نیستن، چون حاجی ها خود در اونجا در حالت احرام هستن، پس کسی که قربانی میکنه این هم یک نوع مشابهت است با حاجیایی که در اونجا هستن. از این خاطر این سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است که این را باید مراعات بکنیم. دیگه سنتی که هست روزه گرفتن روز عرفه. خب اگر روزهای دیگه هم انسان اعمال صالحه میکنن، در اون مشخصا حدیث نامده که پیغمبر صلی الله گفته باشه در روز روزه بگیرید، لکن گفته اعمال صالحه. از این خاطر میگه که در روز کس هر عمل صالح میکنه ثواب داره، روزه هم باشه میتونه روزه هم بگیره. لکن روزه گرفتن روز عرفه 9 ذوالحجه که یعنی یک روز پیش از روز عید است. امام مسلم در صحیح خود میگه که از ابو قتاده انصاری رضی الله عنه روایت میکند که و سئل عن صوم یوم عرفه، میگه نبی اکرم صلی الله علیه و آله درباره روزه عرفه پرسیده شد، فقال یکفر السنه الماضیه والباقیه. صحیح مسلم حدیث 2084. یعنی کسی که روز عرفه روزه میگیره گناههای سال قبلش و گناههای یک سال بعدش ان شاء الله تعالی صغایرش الله جل جلاله میبخشه و کبایر هم اگر توبه بکنم. به این خاطر در روز عرفه روزه گرفتن برای حاجی نیست. برای حاجی منظور من این نیست که ما شما هر کس که حج رفت، اصلا کلا ما شما حاجی میگیم. حاجی اوست که در عمل فعلا در سایه حج است، او را حاجی میگن. مثلا که ما شما میگیم روزدار. حالا یک نفر در ماه مبارک رمضان روزه گرفت، هر روز گفتن همین چطور است روزدار بیادر؟ خود هر وقت روزدار نیست. روزدار همون وقتی است که او روزه داشت، بازی که روزش خلاص شد باز روزدار نیست. حاجی هم همون کس حاجی گفته میشه از دیدگاه شریعت اسلامی که فعلا در حج باشه. اما این کسای ما و شما که هستیم ولو که حج هم کردیم ما حاجی نیستیم. پس برای کسی که در حج است فعلا در جریان مراسم حج می باشه، او روز عرفه را روزه گرفتن نمیتونه. اما کسایی که فعلا در مراسم حج نیستن ولو که حج کرده یا نکرده، بر از اونا سنت است که در روز عرفه روزه بگیرن. این فضیلت بود درباره روزهای دگانه. باز ان شاء الله تعالی اگر فرصت بود درباره قربانی در بحث‌های دیگه سرش اصلا قربانی مسائل در روز عید گفته میشه. اگر زنده بودیم ان شاء الله در روز عید یا اینجا یا جای دیگه سر مسائل چه صحبت خواهد کردیم. مهمی است که انسان مسلمان از هر فرصت خود استفاده کرده رضایت الله جل جلاله را به دست بیاره و الله جل جلاله بر ما شما توفیق بده که اعمال صالحه بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.